معمولا مردم فکر میکنن کاهش وزن نصفش رژیمه و نصف دیگهش ورزش، ولی در واقع هر دوی اینا با هم فقط 25% ماجرا هستن. 25% دیگهش خواب با کیفیت خوبه و بقیهش یعنی 50% ماجرا اینه که واقعا کاری که گفتی و انجام بدی. خوشبختانه اگه از همین الان رژیم رو شروع کنی، یه راه آسون هست که شکست خوردنت رو تقریبا غیر ممکن میکنه. مرحله اول، الهام بگیر. همیشه یه جرقه‌ای هست که باعث میشه بخوای تغییر کنی، یا کسی رو میبینی که خیلی ازت خوش‌اندام‌تره یا خودت رو تصور میکنی که خوش‌اندام شدی. در هر صورت انگیزه قوی هست، ولی فقط یه روز دوام داره و بعدش میره. پس چیزی که لازم داری یه هدف واقعیه که بتونی اندازش بگیری و براش زمان مشخص کنی. مثلا اینکه میخوام تا 20 روز آینده 2 کیلو کم کنم و تا 20 روز بعدش 2 کیلو دیگه. این هدف هم قابل اندازه‌گیریه و هم انگیزت رو بالا نگه می‌داره. بعد از اون نیاز داری یه برنامه دقیق و واقعی داشته باشی که بتونه تو رو به هدفت برسونه. مثلا ممکنه برنامه این باشه که صبحونه همیشگیت که شامل شیر پرچرب، کره و مربا و نیمرو بود رو با یه دوی سبک 1 کیلومتری و بعدش تخم مرغ آبپز و پنیر کمچرب و سالاد سبزیجات جایگزین کنی. چه باور کنی چه نکنی، همین یه تغییر کافیه تا توی چند هفته چند کیلو چربی کم کنی. ولی داشتن برنامه به تنهایی کافی نیست. باید همه چیز رو طوری بچینی که به راحتی بتونی از برنامه‌ت پیروی کنی. باید تخم مرغ‌ها رو شب قبل آبپز کنی و لباس دویدنت رو آماده بذاری. اینجوری وقتی صبح بیدار میشی راحت ترین کار اینه که طبق برنامه‌ای که چیدی پیش بری. اگه تخم مرغ‌ها رو نپزی و هی بری کره و مربا بخری و اونا رو توی یخچال بذاری که اولین چیزی باشه که میبینی، یعنی اصلا نمیخوای به رژیمت پایبند بمونی. فقط منتظری یه روز تسلیم بشی و دوباره صبحونه پرکالریت رو درست کنی. اگه میخوای راحت تر سالم غذا بخوری، باید خوردن حله حوله رو سخت کنی. البته گفتنش آسونه، ولی هر چقدر هم که سعی کنی چشمات رو از حله حوله ها دور نگه داری، باید انتظار روزهای سخت رو داشته باشی. سعی کن از قدرت ارادت استفاده کنی. ممکنه بری یه جایی و غذاهایی با کالری خیلی بالا بذارن جلوت. اینجا ممکنه یکی از این جمله ها رو به خودت بگی. یه وعده غذای پرکالری که ضرری نداره. از فردا دیگه واقعا رژیمو شروع میکنم. فقط همین یه باره. دیگه همچین چیزی نمیخورم. شاید فقط یه کوچولو حجم بگیرم. و دقیقاً توی این موقع هاست که به اراده نیاز داری. همون قدرتی که بتونی به خودت بگی نه. آخرش هم رمز واقعی انگیزه اینه که یه کاری رو اونقدر انجام بدی که تبدیل به عادتت بشه. اگه بتونی به جایی برسی که صبح از خواب پاشی و بدون فکر کردن بری بیرون برای دویدن و بدون اینکه بخوای تصمیم بگیری دستت بره سمت تخم مرغ‌های آبپز، اون موقع برنامه‌ت 100 برابر آسان‌تر میشه و هر روز هم راحت ترش میکنی. خب بریم سراغ اصول اولیه کاهش چربی. هیچ روش دقیق و تضمینی برای پیگیری کاهش چربی وجود نداره جز عکس‌های پیشرفت و وزن کردن خودت به صورت هفتگی. در مورد عکس‌های پیشرفت اینو بدون که توی چند هفته اول و شاید حتی توی چند ماه اول تغییر خاصی نبینی، چون بدنت اولویت رو میذاره روی از دست دادن چربی از جاهایی که احتمالاً خودت نمیتونی ببینی. اما وقتی که شروع کنی به دیدن تغییرات ظاهری، این پیشرفت‌ها خیلی سریعتر و بیشتر قابل مشاهده میشن. برای اینکه واقعا پیشرفتت رو اندازه بگیری، بهتر هر روز صبح روی ترازو بری و فقط یادت باشه که وزنت خیلی نوسان داره و به آب بدن یا نوع غذایی که میخوری هم بستگی داره. یعنی ممکنه 1 کیلو چربی کم کرده باشی ولی وزنت بلافاصله تغییر نکنه. پس به جای اینکه هر روز پیشرفت رو بررسی کنی، به میانگین پیشرفت هفتگیت توجه کن. شاید شنیده باشی که برای کاهش چربی باید کالری کمتری نسبت به چیزی که میسوزونی مصرف کنی. یعنی اگه بدنت روزی 2500 کالری میسوزونه، خوردن 2400 کالری در روز باعث کاهش چربی میشه. چون بدنت از انرژی چربی و یه مقدار خیلی کوچیک از عضلات برای جبران اون 100 کالری استفاده میکنه. اگه کالری مصرفیت رو حتی کمتر کنی، مثلا 1500 یا 1800 کالری در روز، چربی رو سریعتر از دست میدی، ولی حفظ کردن این وضعیت برات خیلی سخت‌تر میشه. روش سنتی و بهینه برای فهمیدن اینکه چقدر کالری باید بخوری اینه که از یه ماشین حساب آنلاین کالری استفاده کنی. پس بهترین راه برای اینکه مطمئن بشی اینه که از این عدد
کالری پیشنهادی شروع کنی و ببینی توی چند هفته بعد وزن چه تغییری میکنه. اگه دیدی که هر هفته وزن ثابت مونده، باید کالری روزانت رو 200 تا 300 کالری دیگه کم کنی. و اگه به جایی رسیدی که حداقل یه هفته وزن تغییری نکرد، یا باید کالری رو دوباره کاهش بدی یا میتونی یه مقدار ورزش بیشتر به برنامه‌ات اضافه کنی. برای بعضی این روش عالی جواب میده، چون از نظر تئوری نمیتونه اشتباه باشه. مشکل اصلی اینجاست که باید دقیقاً حساب کنی روزی چند کالری میخوری. با استفاده از برچسب‌های تغذیه‌ای، اپ‌های شمارش کالری، ریاضیات ذهنی و ترازوهای غذایی که دقیقاً نشون میده چند گرم از هر غذا رو داری میخوری. در هر صورت میتونی کالری هات رو حدودی هم حساب کنی، ولی این روش فقط زمانی جواب میده که همه چیز رو زیاد در نظر بگیری و خیلی محافظه‌کارانه عمل کنی. اگر فکر میکنی یه غذا 300 کالریه، احتمالاً 500 کالریه. اگر فکر میکنی 800 کالریه، احتمالاً 1000 کالریه. و اگه فکر میکنی اونقدر کمه که نباید حسابش کنی، احتمالاً حداقل 50 کالریه. قبل از اینکه بریم سراغ روشی که اصلا نیازی به شمارش چیزی نداره، باید یکم درباره مغذی‌های اصلی صحبت کنیم. خیلی‌ها دوست دارن بدونن چقدر پروتئین، کربوهیدرات و چربی در روز باید بخورن. راستش برای هدف کاهش وزن 2 تا چیز رو باید جدی بگیریم: کالری‌ها و پروتئین. تو به یه مقدار مشخص پروتئین و یه مقدار مشخص چربی نیاز داری و بعدش هرچی از کالری ها مونده رو میتونی با چیزای دیگه پر کنی. فقط یادت باشه که توی مصرف چربی ها مثل روغن، سس ها، سس سالاد، کره و آجیل زیاده روی نکنی، چون با اینکه اینا به مقدار کم خوب و سالم هستن، ولی هر گرم چربی 9 کالری داره. اگه شنیدی کسی میگه کربوهیدرات باعث چاقی میشه، منظورش میوه ها، سبزیجات، فیبر یا غلات کامل نیست. منظورش کربوهیدرات های تصفیه شده و فرآوری شده است که معمولا خیلی خوشمزه هستن و بیشتر مواد مغذیشون رو توی فرآوری از دست دادن، مخصوصا غذاهایی که پر از شکر اضافه هستن. مثالش تقریبا تمام فروشگاه مواد غذایی پر از همین است. و مشکل اینه که این نوع غذاها بیش از حد خوشمزن، به راحتی زیاد خورده میشن، کلی کالری دارن و در آخر هم باعث میشن بیشتر گرسنه بشی. خب حالا بریم سراغ روش کاهش چربی بدون شمارش کالری ها. کم کم شروع کن به خوردن غذاهای کم فرآوری شده و تا جایی که میتونی از خوردن هله هوله، چیپس، دسرهای پر از شکر و غذاهایی با کربوهیدرات تصفیه شده دوری کن. به جاش از میوه ها، سبزیجات، لبنیات کمچرب، پروتئین های کمچرب، چربی های سالم و غلات کامل استفاده کن. متوجه میشی که این غذاها هم سیرت میکنن و هم انقدر مغذی هستن که میتونی هر روز بدون احساس گرسنگی توی کسری کالری باشی. اگه باور نمیکنی، این 200 کالری برای یک کیک کوچیکه و این 200 کالری برای بروکلی. یه نکته دیگه اینه که کلاً از خوردن میان وعده ها دست بکش و فقط سر وعده های اصلی غذا بخور. حذف میان وعده ها یکی از راحت ترین کار هاست، چون بدن واقعا نیازی به اونا نداره و کم کم میبینی که دیگه حتی میلی به خوردنشون نداری. حالا اگه رژیم سخت شد، چند تا راهکار دیگه هم برات دارم. اول اینکه کلی آب بخور. آب خیلی سیر کننده است و خیلی وقتی گرسنه‌ای یه لیوان آب کافیه تا حس گرسنگیت از بین بره. یه بطری آب بزرگ همیشه کنارت داشته باش تا یادت نره. اینجوری کمتر دلت میخواد نوشیدنی های پرکالری مثل نوشابه بخوری. دوم اینکه اگه هی میگی رژیم واقعی از فردا شروع میشه، معلومه که هیچ وقت شروع نمیشه. سوم اینکه از کالری های مایع دوری کن. خیلی راحته که کالری رو از طریق نوشیدنی های شیرین بگیری تا غذا. چهارم اینکه پنیر کم چرب، سفیده تخم مرغ و حتی اوتمیل و یه سری چیزای دیگه انتخابای کم کالری هستن که میتونی جایگزینشون کنی. پنجم اینکه میتونی غذاهای سالم مثل این با سس ها و ادویه ها و شیرین کننده های بدون کالری خوشمزه کنی. ولی زیاده روی نکن، چون هرچی غذات خوشمزه تر باشه بیشتر هوس غذای خوشمزه میکنی. ششم این که از نوشابه های رژیمی بدون کالری استفاده کن اگه هوس شیرینی کردی. هفتم این که غذاهای پرحجم و پرفیبر بخور که معدت رو پر میکنن ولی کالری کمی دارن. هشتم این که روزی 3 تا 5 وعده غذا بخور تا از گرسنگی طولانی جلوگیری کنی و معمولاً هم به سبک زندگیت میخوره.
یه وعده بزرگ در روز هم میتونه جواب بده، ولی معمولا آدما زود از این رژیم خسته میشن. نهم این که بزرگترین وعدت رو بذار برای وقتایی که معمولا خیلی بیشتر گرسنه نمیشی. دهم این که میتونی توی یه بازه 4 تا 8 ساعته غذا بخوری و بقیه روز دیگه چیزی نخوری. شاید سخت به نظر برسه، ولی بدون که وقتی غذا نمیخوری دائما گرسنه نمیمونی. گرسنگی میاد و میره. پس اگه یکم صبر کنی اون حس گرسنگیت میره. 11 این که پروتئین بیشتری بخور، چون پروتئین باعث میشه احساس سیری کنی و برای هضم هر 100 کالری پروتئین حدود 20 کالری میسوزونی. 12 این که حالا که صحبت از پروتئینه، پودر پروتئین خوبه ولی فراوری شده است و چون به صورت نوشیدنیه مثل منابع دیگه پروتئین سیرت نمیکنه. ولی اگه لازم داری پروتئین بیشتری بخوری میتونی با آب مخلوطش کنی. 13 این که اگه خواستی قهوه یا چای سیاه امتحان کنی خیلی خوب چیزیه، چون کافئین مقدار متابولیسم رو بالا میبره و اشتها رو هم کم میکنه. 14 از بشقاب، کاسه و اندازه های کوچیکتر استفاده کن. اینجوری مغزت رو گول میزنی که زودتر سیر میشی. و 15 مورد آخر، اگه خراب کردی اینو بهونه نکن که بری کلی هله هوله بخوری. اینو بدون که اشتباه کردن جز برنامه ما نبود، ولی اینم بدون که بیخیال شدن اصلاً بخشی از برنامه نیست. حالا میرسیم به ورزش. ورزش کمی کالری میسوزونه، سلامتیت رو بهتر میکنه و وقتی بفهمی برای سوزوندن 200 کالری چه تلاشی لازمه، احتمالش کمتر میشه که یه بسته چیپس 200 کالری باز کنی و بخوری. چند تا راهکار. اول اینکه وزنه بزن. این کار نه تنها متابولیسمت رو بالا میبره بلکه کالری میسوزونه و باعث میشه عضله بسازی. دوم اینکه بیشتر پیاده روی کن. روزی حداقل 10,000 قدم برداری، یه جور رمز تقلا برای سوزوندن کالری بیشتر و کاهش چربیه. سوم اینکه بیشتر کاردیو انجام بده. رژیم از ورزش مهمتره برای کاهش چربی، ولی کاردیو کار رو راحت تر میکنه. مشکل اینجاست که این غذاها انقدر خوشمزن که راحت میتونی خیلی زیاد بخوری. کلی کالری میگیری و آخرش هم بیشتر گرسنت میکنن. چهارم این که اگر در طول روز بیشتر حرکت کنی و کارهای مختلف انجام بدی، خیلی بیشتر از اونی که فکر کنی کالری میسوزونی. این شامل کارایی میشه که اصلا به عنوان ورزش بهشون فکر نمی کنی. مثل بالا رفتن از پله ها، تمیز کردن خونه، شستن حیاط با فشار آب، آشپزی، ایستادن، قدم زدن، حمل خریدای خونه و حتی رفتن تو طبیعت. خلاصه هر کاری به جز نشستن یا لم دادن توی تختت. و در نهایت یه نکته مهم برای کاهش چربی. خواب خوب و با کیفیت داشته باش. خواب هورمونات رو تنظیم میکنه و وقتی حرف از کاهش چربی میشه، این هورمونات تقریبا همه چیز رو تعیین میکنن.